عایشه صدیقه رضی الله عنها از پیامبر روایت میکنه، به پیامبر میگه من اگر شب قدر را پیدا کردم، متوجه ما باشین، شب قدر را پیدا کردم چی دعایی را بخوانم؟ این دعا را برای ما میخوانیم. اللهم، بلند بخوانن خیر است اگر از واسه ما نمیشه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اگر احیانا ایره نمیتونستم، خب یاد ببینید خود را سخت نیست. در ریاضی خیلی فرمولا رو بلد هستیم، در کیمیا و طرف خیلی چیزا سر ما میخوره. یعنی میگم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اگر خیلی بخیلی نمیکردیم، کل مردم شامل میکردیم، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ای پروردگار تو عفو کننده هستی. اگر عربی یاد نداریم، تو عفو کننده هستی و تو عفو را دوست داری، مرا عفو کن. یعنی میقدر تو عفو کننده هستی، عفو را دوست داری، مرا عفو کن. یعنی میقدر یک چیز را یادتون باشه، یک عفو است، یک غفران هست، مغفرت است. فرق داره با یک استغفر الله است، نه یک طلب عفو است. استغفر الله چی فرق داره با عفو؟ عفو قوی تر از غفران و مغفرت است. چرا؟ شما اگه با کسی حساب کتاب داشته باشین، وقتی که حسابی میکنی، حسابی که ختم میکنی، حساب تصفیه شد، میگه میگه مرا پیسه که میته بازو کاغذی تو خط کش میکنه، ای تو خط کش میکنه. ایره میگن استغفار، مغفرت میگه. ایره عفو چی را میگه؟ که نمی کاغذ مکمل میکنه، دیگه تو حساب نداره، بیخی نمیشناسم تو را، بیخی هیچ گناه نکرده. عفو ازی خاطر عفو است. در استغفار گناه وجه هست ولی خزه شدگی است، پرسان نمیشه. عفو چی است؟ دیگه تو اصلا گناه نکردی، مکمل حسابت پاک است.